روزتان بخیر و شادی باد بینندگان عزیز. سرخط خبرهای روز را من مومن احمدی از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ پیشکش میکنم. اتحادیه اروپا قصد دارد که ساختمان نیروگاه راغون را سرمایه گذاری کند. طالبان در روبروی دروازه تاجیکستان دیدبانگاه میسازند. روسیه 700 مهاجر را از شهر سوردلوسک اخراج کرده است. این و دیگر خبرها را در برنامه امروز داریم. مقامات روسیه در 3 ماه اخیر 700 مهاجر از جمله 10 مهاجر تاجیک را از ولایت سوردلوسک اخراج کردند. خدمات مطبوعاتی دادگاه سوردلوسک این هفته گفت که اکثر آنها برای نقض قاعده‌های اقامت و رعایت نکردن معیارهای قانون اخراج شدند. دادگاه یک شهروند تاجیکستان را نمونه آورده است که هنگام رانندگی مست بوده است و برای این قانونشکنی 30,000 روبل جریمه سپرده و سپس از روسیه رانده شده است. مقامات روس را بارها برای ناعادلانه و بی اساس اخراج کردن مهاجران تاجیک تنقید کردند. اکثر مهاجران اخراج شده میگویند آنها را ناعادلانه اخراج کردند. طالبان در روبروی دروازه تاجیکستان به ساختمان یک دیدبانگاه نو آغاز کردند و یک نوشته در کنار این دیدبانگاه مقامات تاجیک را به خشم آورده است. در کوی بر دیدبانگاه ام ارسلان یا خود مهدی ارسلان نوشته شده است که لقب محمد شریپوف ساکن ناحیه نورآباد است و طالبان او را یک مسئول نظارت مرز با تاجیکستان کردند. مقامات مهدی ارسلان را عضو سازمان تندروی انصارالله می‌دانند و سالهاست جستجو می‌کنند. کارشناسان میگویند طالبان ارسلان را به تاجیکستان دادنی نیستند. آنها بازپس نمی‌کردند آنها را تا آنکه بین تاجیکستان و افغانستان حالا آنها امارت میگویند مناسبت خوب شود. طالبان در این موضوع هم با رادیو آزادی صحبت کردند و نظرشون را گفتند. پس از 3 ساعت گزارش مفصل را در این باره در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که این خانواده کشورهای اروپایی قصد دارد بزرگترین سرمایه گذاری نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان شود. به گفته این مقام هدف از این کاهش پایبندی کشورهای آسیای مرکزی به مواد سوخت و انرژی روسیه است. سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا به خبرگزاری رایترز گفته است کمیسیون اروپا همین هفته از بانک مذکور خواسته است که بزرگترین سرمایه‌گذاری طرح شود. نیروگاه برقی آبی راغون که ساختمانش سال 2016 سر گرفته شد در صورت تکمیل میتواند تاجیکستان را به یکی از فروشندگان نیروی برقی آبی در منطقه تبدیل دهد. ارزش طرح آن 8 میلیارد دلار است و آن را شرکت ایتالیایی ویبایلد میسازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراجعه ویدیویی در شام 6 ایول گفت توپخانه‌هایی که کشورهای غربی به نیروهای اوکراینی دادند در جنگ به آنها کمک کرده است. او در این بیانیه گفت بالاخره تاثیر توپخانه‌هایی که ما از شریکانمان گرفتیم احساس می شود. آنها بسیار قوی هستند. به قول زلنسکی ارتش اوکراین به انبارها و دیگر انشاءات کمک رسان اشغالگران ضربه‌های چشمگیری زدند و این قدرت هجوم‌های ارتش روسیه را بسیار سست می‌کند. به قول رئیس جمهوری اوکراین نیروهای کشورش در ولایت‌های خرسون و زاپاروژیه پیشروی می‌کنند. بعد اشغال کامل ولایت لوگانسک از طرف نیروهای روسیه مقامات اوکراین از ساکنان شهر سلاویانسک خواستند که این جایها را ترک کنند زیرا نیروهای روسیه حمله ها را در این سمت شدت می‌بخشد. در آستانه عید قربان گوسفند، بز و شتر از حیواناتی است که فروشنده ها برای قربانی به خریداران در دوشنبه پیشنهاد می کنند. عید قربان در تاجیکستان روز 9 ایول تجلیل می شود. همکاران ما به مالبازار دوشنبه رفتند و با خریداران و فروشنده ها صحبت کردند. بعضی ها از بالاروی نرخ و گران شدن خرج عید قربان گفتند. دیگران میگویند که قیمت ها نظر به سال گذشته تغییر نیافتند. گزارش را در این باره 3 ساعت پس در برنامه اخباری آزادی با هم میبینیم.
بیننده عزیز، در پایان برنامه نگاهی میاندازیم به قرب سامانی در برابر اسعار خارجی. قرب روبل در برابر سامانی باز هم پایان رفته است. 7 ایول بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را 167 سامانی تعیین کرده است که نسبت به روز گذشته 5 سامانی پایین تر است. قرب 1 دلار آمریکایی 10 سامانی و 5 درم مقرر شده است و 1 یورو به 10 سامانی و 76 درم برابر است. در بانک های تجارتی امکان دارد که پول شما را با قرب دیگر و پایانتر و یا بالاتر از این عوض کنند. سرخط خبرها به پایان رسید. 3 ساعت پس شما را در اخباری آزادی منتظر می شویم.